صحرا باشد در شهری کولا باشد دسته سنبول باشد بیساری بلبل باشد یلالا یلی آرامی جانم یلی یلالا یلی سر روانم یلی یلالا یلی آرامی جانم یلی یلالا یلی سر روانم یلی. درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و امروز یک برنامه خاصی را از تئاتر کمال خوجندی پیشنهاد شما میکنیم. این گروهی بسیار هم آوازه‌دار در جمهوری تاجیکستان اسم دارد، بیبی ها، ولی بابا هم کمک میکنن. آفرین، خسته نباشه. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود، چون هنر رو، هنری فولکلوری رو، هنری مردمی رو، ادبیات مردم رو روی صحنه آوردید و با همین یک سطح کسبی اجرا میکنید، جذابتر و زیباتر و دلنشین‌تر میشود. انسمبل بیبی ها سال 2005 بله. خب ایده از کجا پیدا شد؟ ایده یک چند بار تشکیل کردن انسمبل بیبی ها رو. مادر بود، دلی مادر بود، لیکن عمر کم دیدن، کوتاه عمر دیدن. بنابراین وقتی که کانسولان رو به نفقه گسیل کردن، آنها زنده دیلند، تجربه بی نهایت بای دارند. بله. و این تجربه رو ما باید به نسل ها، بر آینده ها ما البته دسترس کنیم. خاصتا اونایی که کهنسال هستن، اونقدر ادبیات شفاهی ما در وجود اونها نهفته است. بنابراین در یکی از فستیوال هایی که تشکیل شد در شهر خوجند با نام روسکای پیسنیا، ما گفتیم که چی می شود که ما برآمد کنیم در همین فستیوال. و همه در حیرت و در اونجا اساسا جوان ها برآمد میکنند. ما کمپیرها در اونجا چیکار میکنیم؟ ما گفتیم که نه، ما از سن و سال کمپیر، لیکن دلمون جوان، ما حتما باید اشتراک کنیم در اونجا. ما برعکس نشون دهیم که ما حالا میتوانیم کوه رو زده تلخان کرده میتوانیم. بنابراین با یک سرودی که بسیار سرود شیخ بود، شعرش چنین بود: приходите свататься, я не буду прятаться, я невеста неплоха, выбираю жениха. با زبان روسی. با زبان روسی. هم تو شد که لباس نیست. گفتیم که هیچ گپ نه، با لباسای ملی بسیار در لباسای عادی و زیبی تاجیکانه ما برآمد کردیم. من هر یک سرود رو خود یک مایده صحنه‌چه میسازم. ما تمام احساسات خود رو با حرکت، با ایموی بروت و با مناسبت و منیخل. بله، من احساس میکنم که چقدر ناآرام هستند اینجا در همین جای نشستن. بنابراین یک صحنه‌چه ساختیم و تا آخر سرود نرسیدیم که تالار همه به پا خست، قرصک زدن. بینید که الکی من 24 نوامبر ما 18 ساله میشویم. 18 سال اکنون به بلاغت میرسیم. ما عمر دیده ایستاده ایم. از بین ما هنرمندان بسیار نامی تئاتر که اساس گذار بودند در بیبی ها، آنها از دنیا چشم پوشیدند، لیکن زندگی دوام دارد. بله، خدر جوانهای زیبا رو جلب کردیم. من جوانها را حاضر جلب کردیم برای آنکه حاضر مستفیدا به نهایت بسیارند و خواهشمندو به نهایت بسیارند. خدر لباسهای زیبا است، نه؟ خدر مثلا مجلا و شینم، خدر لباس ها رو کی میدوزد، از کجا پیدا میکنید؟ خاصه مثلا لباسی که خود شما باور کرده. لباس ما مهنت رو دوست می‌داریم. ما آرام نمیشنیم. خودتان ما میدوزید؟ فقط سفر میکنیم. ما لباس میدوزیم. من فکر میکنم که حتی در دیگر انسامبل ها چنین لباس ها نیست. نیست. بعد ببینید انسامبل شما تفاوتش از دیگر انسامبل ها این است که بجز آنه که آوازخوان ها سرودهای فولکلوری میخوانند، همچنین از جهت هنری مثلا میمیکا ها، اون بازی هایی که در صحنه میکنن خیلی جالب است، مثلا دلچسب تر است و زود به نشان میرسند.
وقتی که اینجا مثلا هنرمندان آواز میخواندن من دیدم که چقدر مثل هنرمندان اشوه میکنن، ناز میکنن، اشاره میکنن. این واقعا به صحنه تئاتر آوردن فولکلور بسیار کار عالی بود. میشه یه چیز دیگر بخونیم با صحبت کنیم؟ چرا نه؟ رومچم چی است؟ چومچه فهمیدم که خوش خوش. رومچم من این دست رو با دست میزنن، من این خیل میزنن نه و این خیل اشاره میکنن. یعنی که من هم تو یعنی زدن رومچم. خب چون فولکلور همیگونه قاعده دارد که در اون بیشتر لهجه استفاده می شود و این سرودهایی که اینجا اجرا میکنن چگونه نوشته شده است؟ ببینم که حتما برای نوشتن آن کسی کمک کرده است، شاعر است کسی دیگر، چون بعضی مضمون‌های تئاتری است، اینجا داستان دارد. همین طور نه؟ همین طور. لیکن این اساساً سرودهای ما سرودهای خلقی. بله. در اساس همون خلق. در اساس همون جایش رو عوض میکنید نه؟ اون متنش رو. نه، عوض نمیکنیم. خیلی که هست استفاده میبریم. لیکن این همون وقت لازم بود همه خیلی نوشته جد این رو استفاده میبریم، لیکن در عملیات ما با امروز نزدیک میکنیم. یعنی که حرکت بعضی کلمه های معاصر نیز بود در بود استفاده میبریم. از کجا پیدا کردیم اصلا همین فولکلور رو؟ بیشتر فولکلوری کدام منطقه در همین انسامبل شما استفاده می شود؟ اساساً از منطقه خودمون، از خوجند، از اسپره، از استرفشان، از ولایت سوخت. اساساً از همینجا. لیکن حاضر ما کوشش کرده استفاده که از منطقه های خطلان، پامیر استفاده بریم، برای آنکه در اونجا هم به نهایت فولکلورش عجایب است. ببینید که همین ادبیات شفاهی ما چقدر بوی است. اگر این رو حفظ نکنی، اگر از پای جستجوی آن نشوی، آنها آهسته از بین می روند و رفته ایستادن. واقعا هم چقدر فلسفه بوی دارد این سرودهای فولکلوری ما در میان مردم و بهترین کار است.
دخترهایی داده دخترهای خوجندی شفتالوی شاخش من لالچه جانان نیای یارش من لالچه یارم شبها نیاید لالچه شبهای مهتابش من لالچه ای داده ای داده لالچه شبهای مهتابش من لالچه ای داده ای داده لالچه شبهای مهتابش من لالچه هاشم اصل قرardır lalaçe Osma koyganım yalgan lalaçe Senin için ben kiydim lalaçe Senin kiyganin yalgan lalaçe Hey dada lalaçe Senin kiyganin yalgan lalaçe Hey dada lalaçe Senin kiyganin yalgan lalaçe Крыса высокого лалача Встретила я сокола лалача На весную встретила лалача На любовь ответила лалача Ай дада лалача На любовь ответила лалача Ай дада лалача На любовь ответила лалача سلامت باشید. اینقدر شوخ هستن سرودهای فولکلوری شما. باید شیخ باشن. سرودهای فولکلوری سرودهای غم انگیز هم هستند ولی خب در اینجا من فقط سرودهای شوخ و خنده‌دار و بسیار در اون زندگی احساس می شود. همین طور. مخصوص این گونه سرودها را اجرا چون سرودها را حاضر انتخاب کردیم برای اینکه قامت راست شود. ما 18 ساله شدیم بعد فکر میکنیم بعد از 18 سالگی وقتی به بلاغت میرسیم که کدام سرودهای غمگین نخونیم زیرا نمیخوایم غمگین دوره عاشقی شروع می شود. فقط عاشقی نمیخوایم غم و غصه برای اینکه ما بانوان خوشبخت دختران خوشبخت بنابراین فقط سرودهای شیخ میخونیم زنده دل میخونیم سرودهای زنده دل تا که باشیم و الهام بخشیم به تماشابین واقعا سلامت باشیم تا که احساسات ما را آنها حس کنند امید بخشند به زندگی درخشان آینده در تاجیکستان در وطن عزیز ما. وقتی که سرود میخوندن من خودم رو بزور میداشتم که رقص نکنم. واقعا خیلی زیبا بود. شما همین سرودها رو به تئاتر به صحنه وارد میکنید؟ چون دیگر اینها در تئاتر هستند. هنرمندان کسبی هستند یا اینکه اثر اینجا پیدا کردن؟ در تئاتر حاضر 1 2 3 کس 5 کس 6 کس اینو از تئاتر نه اینو از تئاتر نه اینو از تئاتر نه من دکترا از تئاتر نه دعوت بکنید در نمایش اگر لازم شود. در به تئاتر بله. نه دعوت نمیکنم برای اینکه من بسیار میخوام که آنها در تئاتر کار کنند اما افسوس که با آنها جا نیست در تئاتر کار کردن جا نیست. بنابراین من هر یک کسی که خواهش پیدا میکند در این انسامبل کار کردن و خواهش میکند برای من اساس من تمام جانم رو وجودم رو تمام قوتم رو میبخشم به این آدم برای اینکه به آدم صنعت گفته اومد و واقعا به یک بازیگر واقعی تبدیل یافتن هرچند که در تئاتر کار نمیکنن. هنگام اجرای سرود احساس می شود که چقدر آزاد هستن. ما دوران درست کار میکنیم ما مغز اندر مغز کار میکنیم. سرودها رو چگونه پیدا میکنید؟ از کجا از مردم جستجو میکنید؟ از مردم اینو در توی استفاده میشوند در جشن‌ها بیشتر این گونه سرودها میخونن نه حاضر من شما میفهمونم که از کجا پیدا میکنیم از خلق کجا که ما سفر نکنیم البته ما میپرسیم با پیرزن‌ها با کلان سالان البته با زن‌ها با مردها هم میشینیم بعد بسیارتر از کتابخانه ادبیات جستجو میکنم. یک تا آشپزی می کاشکی وای وای مردک باشد آش خورد با کفی پاش خورد به قدری آش نرسد این خیل شوی خا خورد ای داده این خیل شوی خا خورد به من همه گفتایه زیری درختی سایه مردی اصیل میخورد فقط آشی همسایه
مباش ای داده وی داده آشخورو یک دم مباش ای داده وی داده آشخورو یک دم مباش آش به تعریف ارزنده لیکن با عرق کنده قند و این فقط و این سول مرد را کند افکنده ای داده وی داده مرد را کند افکنده ای داده وی داده مرد را کند افکنده هر سحر باشی نهار سلام و کلیم بیار داماد البان و خدنه آشی پروسته یار ای داده وی داده آشی پروسته یار ای داده وی داده آشی پروسته یار وی داده آشی پروسته یار. اون چیزی که شما گفتید توی از بیو برعکس من بینیت خرسند که بانوان در همین جا مشق میکنیم یک در سطح پروفسیونالی بله نه سرود را از خود میکنند بعد وقتی که در مرکه آنها را دعوت میکنند با یک ابری بلند واقعا با یک برنامه بسیار شنم و زیب با سوادانه در تویها برآمد میکنند و من خرسند میشوم و یک ارمان‌های مردمی هست در همین سرودها. ببینید که مثلا هرچند یک سرود شوخ بود ولی در داخل این سرود یک دنیا گپ دیگر بود. دیگر هم هسته ها البته. خوش آن زمان که به سیری چمن تو باشی و من میانی غنچه به یک پیرهن تو باشی و من به شرطی آن که نباشد میانی ما غیار پیاله باشد و مای باشد و تو باشی و من پیاله باشد و مای باشد و تو باشی و من آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آی تو جانان من باشی از نزاکتت گردم جان آی تو جانان من باشی از نزاکتت گردم آمدم به میهمانی جان ششتم لبی ایوانی آمدم به میهمانی جان ششتم لبی ایوانی یک بوسه طلب کردم جانمی گفتا که تو میدانی جان یک بوسه طلب کردم جانمی گفتا که تو میدانی ای سنم تو حال مشکل را به پیشانی زنی ای سنم تو حال مشکل را به پیشانی زنی در میانی سینم صد داغ پنهانی زنی در میانی سینم صد داغ پنهانی زنی باز میپرسی که رنگت زرد میباشد چرا باز میپرسی که رنگت زرد میباشد چرا حال من میدانی و خود را به نادانی زنی حال من میدانی و خود را به نادانی زنی آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آی تو جانانی من باشی از نزاکتت گردم جان آی تو جانانی من باشی از نزاکتت گردم اینقدر صداهای قوی و زیبا
از کجا جمع آوری کرده؟ قدر صداهای زیبا دارن. الهه دایم صداهاشون زیبا باشد. واقعا خیلی گوش زنده دل سرودهای باشن. مؤلفی نیست صحتمند در اینجا باشن. اجرا میشوند نه؟ سرودهای مؤلفی از آوازخوان‌های معروفی ما از اونایی که حالا در میان البته پیش از همه ما به همون سرودها مراجعت میکنیم. بله. برای اون که اون سرودها و اون شعرها اون موسیقی تکرار نشونده. این من سرودهای نابغه حساب میکنم. بعضی سرودهایی هستند که از زیاد اجرا شدن، از زیاد بازخوانی شدن، مؤلفی اساسیش فراموش شده است. واقعا بعضی وقت همین گونه سرودها رو گوش میدهی و اصلا درک نمیکنی که این سرودها سرودهای مؤلفی هستند، مؤلف دارن، نفر این را ایجاد کرده است، ولی با گذشت زمان از زیاد بازخوانی شدن رو دیگر مال مردم شده است. و این هم هنرمندی اصیل همون است که سرودش مردمی می شود، همه بازخوانی میکنن، به دل ها می نشینن. بله خیلی زیبا است. کشته من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشته من رقصاتون رقصای بی بهاتون آسینا چرگردونید مرم ده آسیناتون مرم ده آسیناتون آسینا چرگردونید مرم ده آسیناتون مرم ده آسیناتون بچه قدیر اساتون کاشو چشمی سیاتون بچه قدیر اساتون کاشو چشمی سیاتون من تو لیلا کردی جان و دلم فداتون من تو لیلا کردی جان و دلم فداتون دختر گلی تارونای در صحنه با جبلونای دختر گلی تارونای در صحنه با جبلونای حسنی رسای دختر دایم بری مجنونای حسنی رسای دختره دایم بری مجنونای بچه قدیر اساتون کاشو چشمی سیاتون بچه قدیر اساتون کاشو چشمی سیاتون من تو لیلا کردیه جان و دلم فداتون من تو لیلا کردیه جان و دلم فداتون کشته من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشته من رقصاتون رقصای بی بهاتون آسینا چمدونه مرم ده آسیناتون مرم ده آسیناتون آسینا چرگردونه ده مرم ده آسیناتون مرم ده آسیناتون مرم ده پیشی پاتون سپاسگزارم، خیلی سپاس زیاد برای تشکر. این گونه یک گروه زیبا. واقعا هم خیلی زحمت کشیدید و هنر مردمی ما را روی صحنه حرفه‌ای آوردید و خیلی حرفه‌ای و زیبا و ظریف اجرا میکنن. من مطمئنم که این برنامه برای بیننده تلویزیونی سفینه نیز پسند آمد و از این سرودهایی که امروز در برنامه اجرا گردید لذت بردن. همینجا به انتهای برنامه میرسیم. بار دیگر به شما سپاس میگم. باشد که همیشه همین گونه زیبا و خرسند و پر از انرژی باشه. سلامت باشید، خسته نباشید. بسیار شاد شدم، بسیار یک نمیدونم چگونه احساسی که حالا از این برنامه گرفتم بیان سازم. بدتر میگم این احساسم رو. باشد، خسته نباشید. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه گنجور رسیدیم. یادآور میشیم که این برنامه رو با هنرمندان محبوب انسمبلی بیبی ها پیشنهاد شما کردیم و شما نیز مطمئنم که از این برنامه لذت بردید. تا دیدارهای دیگر با شما حالا خیر میگیم. سلامت باشید.